سلام، با شما هستیم با یک آفساید گیری دیگه در برنامه آفساید. Scena jest taka jak sędziego. Zgadzam się tu z panem Gilem. این هفته به یک موضوع داغ و جنجالی میپردازیم. خشونت و افراطگرایی، یکی از بزرگترین تهدیدات در منطقه. البته نه اون منطقه، همین منطقه 18 قدم خودمون. And Bruce Gobble are going absolutely mad with Steve McManaman. It was a very, very poor clearance, but خشونت چیه؟ خشونت یعنی چی؟ خشونت در اساس ریشه در باشه بابا فهمیدیم دیگه، ولش کن بدبختو دیگه. حالا سوال اینه، ریشه این خشونت در کجاست؟ چه چیزی باعث به وجود اومدن خشونت میشه؟ فساد بعضی از حکومت‌ها و ناتوانی سیستم حکومتی در پاسخگویی به خواستهای مدرن مردم همراه با قدرت طلبی ها و گسترش طلبی ها، اینها با همدیگه دست به دست هم میده و منجر به خشونت میشه. بعضی حکومت ها تو بعضی جاها، حالا بعضی خشونت ها دارن، این هیچ ربطی به حکومت دموکراتیک مردم سالار دینی ولایت فقیه نداره که. چه ربطی داره؟ خشونت اصلا مال تو فیلم هاست. بله، خشونت مال عصر تیرکمون و دوران اسکندر و اون داستان ها. این تو آفساید هستن بابا، اینا که خشونت نیست، این رأفت نظامه. این رأفت نظامه. کهریزک هم در واقع مهریزکه، جایی که رأفت میریزن. این که این همه زندانی سیاسی نداریم، این هم آخر رأفته. این که همینجوری سربازان گمنام نظام دنبال دنب قاسم سلیمانی راه میفتن میرن عراق و سوریه، میرن اونجا برفتونن. اینا که خشونت نیست. خشونت رو بزن فقط مال تو فیلم هست. آی محترم، اون چیزی که خشونت رو توسعه میده اسمش قدرته. نه ایشون که اسمش چی بود؟ وای یادم رفت. سید علی خامنه‌ای. بله، قدرت کجا بود؟ قدرت کجایی که سید علی تو کشتن؟ این نظریه به قدرت توجه داره، به افزایش قدرت توجه داره و همین افزایش قدرت یک افراط رو در قدرتمند شدن به وجود می‌آوره، یک افراطی که منجر به خشونت هم می‌شود. افراط در قدرت هست که خشونت رو توسعه میده. بنابراین اینها رابطه مستقیمی دارن، از هم جدا نیستن و اینکه اصلا ولش کن. این که اصلا قدرت کیه؟ حشمت کیه؟ از هم جدان، به هم چسبیدن، اینا که دردی رو دوا نمی‌کنه. باید رفت از بالا خشونت جهان رو مدیریت کرد. و میریم ان شاءالله در 35000 کیلومتر قرار میگیریم چند تا ماهواره از بالا. الان موضوعی که مطرح بین ما و دیگران بحث مشارکت ایران در مدیریت جهانی است. بله، الانم که تهران شده مرکز کنفرانس و همایش مبارزه با فساد، همایش سران کشورهای اسلامی، کنفرانس پخت مربای هویج، ترشی لیته، قص علا اینا. الان که کنفرانس چی بود؟ تهران میزبان کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطیگری. کنفرانسش بین المللی بوده، اینم سندش. آقا ما یک کار دعوت پیدا کردیم که متعلق به همین کنفرانسه. اگه میشه نشونش بدید دوستان ببینن. مرسی. به نام پیوند دهنده قلب‌ها جناب موسیو دوویلپن، بدین وسیله از شما و دوست محترمتان از سید الولید المعلم دعوت میکنیم تا به عنوان فرشته‌های صلح و رأفت در کنفرانس ضد خشونت یک خودم میدم حضور به هم برسانید
به صرف شیرینی و شام در همون جای همیشگی. ایران کشوری است که با سختی‌های تاریخ آشنایی داره. این همایش هم یک اتفاق مهم در ایجاد وحدت بین ملل مختلفه. ایران به سوریه و عراق کمک می‌کند تا در برابر تروریسم بجنگد و ایستادگی کند. واقعاً تو این کنفرانس رأفت جای سلاطین قلب‌ها، عمر بشیر، موگابه، قذافی خالی بود. فقط اینا دور هم جمع شدن نشستن، طرحی، پیشنهادی، چیزی برای مقابله با خشونت در نیاوردن. رئیس جمهور در این مراسم پیشنهاداتی را هم مطرح کرد. قطع کمک‌های مالی به تروریست‌ها از سوی کشورهایی که به شکل‌گیری آنها در این منطقه کمک کردند. احسنت. طیب الله کل پیشنهاداتکم. منظور اینه که دیگه پولی نمونده دیگه. این دست مقام عظما مو داره، بیا بکن. قیمت نفت که افتاده، تحریم هم که روش افتاده، یه 2000 تا خزانه مونده که اونم باید خرج همین همایشا بشه دیگه. خرج شامونها رو اینا باید بدن دیگه. آقا نظام از این بعد به جای پول سرباز گمنام میفرسته، بسیجی مخلص میفرسته. ندیدی؟ بیا ببین. آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی. بچه‌های اطلاعات عملیات و تخریب و اینا خلاصه باید آماده باشن، به جایی که قبلا میگن آقا برو محور کجا و محور کجا و برن دیگه محورها از این به بعد تو کل جهانه. باید آماده بشن برن آمریکای لاتین بجنگن، برن قلب اروپا، همونطور که بچهای ما پاشونو گذاشتن به لبنان، قضیه لبنان و فلسطین عوض شد. که حل شد، پیشنهاد سازنده‌ای بود، خیلی خوب، آفرین. حالا بریم بعدی. تروریست ها در رفت و آمد بین کشورها با مشکلات زیادی روبرو نیستند. کشورهای در مسیر ترانزیت تروریست ها باید با مکانیزم های ضروری مسئولیت خود را در قبال بازگشت ثبات و امنیت به منطقه ایفا نمایند. جلوگیری از ترانزیت تروریست ها بین کشورهای منطقه. این عکسی میبینید متعلق به دکتر قاسم سلیمانی. ایشون بیزنسمن هستن، تو کار ترانزیت سشوارن. مکان این عکس هم پارک سوار بیهقی ته خیابون ملا صدراست. اصلا عراق هم نیست. اگر شنیدید که تروریستای باند ابو مهندس واسه تقدیر از حضور سلیمانی تو عراق براش ترانه درست کردن، زیاد جدی نگیرید. اینم کار عوامل استکباره. هذا أبا مهدي المهندس كلنا خلفه جئنا نثأر خلفك نحن جند القائد فمن أيو إن نعاهد فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي نشيد القائد قاسم سليمانی. بله، قاسم سلیمانی در حال دادن آب نبات به بچهای کوچولو تو عراق. ایشون ممنوع سفر نیستن، تو لیست تروریستی هم نیستن. بچه‌ها رو میارن بهشون آب نبات میدن. همین. و اما راه حل بعدی برای جلوگیری از گسترش خشونت در منطقه. همکاری منطقه‌ای در جهت مقابله با تفسیرهای افراطی، تکفیری و خشونت‌آمیز از آموزه‌های مذهبی. این دیگه کار امامه. این یکی رو دیگه فقط باید بسپرید به امام و ارتحالش تا یه تفسیر اعتدالی دبش براتون بیاد. اینا از اسم اسلام همچه میترسن که شیطان از بسم الله. و حق هم دارن بترسن، برای اینکه اسلام جلو شهوات را میگیرن. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را میکنن. اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد. خوب تفسیر کرد دیگه. تکلیف آنها را خواهد معین کرد، بیاید که بتواند معین بکند. لکن پهنیان هم یک ارزی دارد این رابطه در شورای نگهبان رو قبول نداریم. مفسد فی الارض حکمش اعدامه. قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه. فتنه کردن و آشوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟
چرا؟ به چه دلیل شرعی ما باید کوتاه بیایم؟ خانو گوله اینا رو نخورینا، اینا شالاتانن، خودشون به قدم میزنن که شماها رو تیغ بزنن. میگی نه الان نشونتون میدم. پاشو نه جلالتم به چاک میبره بالا. بله، با این راه‌حل‌های بنیادین جهان خشونت زدایی شد و کنفرانس بین‌المللی علیه خشونت هم توی تهران به میمنت و خوشی به پایان رسید. مبارک از انشالله. مادر مبارک، مادر انشالله مبارک، مادر